سلام دوست عزیز، خوش آمدین به برنامه ضایع کردن وقت مردم. در پالی ما یک شخص استاد است که میخوایم امروز گپ بزنم. سلام، خوب هستین؟ خودم معرفی کنین. اول یک سلام با خود، دوم با کیکای بمبامی که ما را میبینه. این جانب سید قلندر آقا به خدمت برنامه تان هستم. چی کارو بار میکنی؟ به اجازه یگان دان آهنگ میخوانم. خیلی یک زمزمه میکنی امروز بر ما؟ به جگرت جانم، دادانه برات زمزمه میکنم. اما امروز یک زن مریض است نوکرت. امونم برای کتابت باز برات زنگ میزنم و زمزمه میکنم. مریض هستی؟ ماسکم نپوشیدی؟ چی میکنی اینجا؟ اگه دیگه مردم مریض کنی باز چی؟ یک ذره مریض هستم، مگم آمدیم که یک ذره خودت تداوی کنم دمی پار. در بار چی رقم تداوی میکنی خدا؟ آمدیم که چشمای خدا بودیم، یگان لرگی که کار ببینم و یگان که بمبام ببینیم که روز ما خوشتر شود. کیک بمبم چیست؟ لرکیگک چیست؟ اینمی تو شما آوری من دیگه کار به حساب خود لرگیگک میگم. تشکر از اینکه گپ زدین همراه ما. ده جگرت جانم، هیچ گپی نیست. همونم برای کتابتی که باز برات یگان زمزمه کنم و تشکر از توجهتان. از خود قلندر نسازید، امرای مخاطبینتان درست حرف بزنید.